واقعا اونهایی که صاحب عقل هستن به این گفته ها چگونه نگاه میکنن؟ آیا کاری از دست ترامپ آمد که کوتاهی کرده باشه که حالا بخواد جهنم درست کنه؟ یه بمبای از این سنگین‌تر، خباثتی از این بیشتر، این همه کودک کشی، این همه زن و بچه و آخه کجا مثلا خط قرمزی گذاشته بود که حالا بگه اون خط قرمزا رو برمیدارم؟ بیمارستان رو نزد، خبرنگار رو نزد، آمبولانس رو نزد، چه کاری نکرده بود که حالا میخواد اون کارو بکنه؟ فلذا اینا یه بحثایی است که به نظر حقیر از روی استیصاله، نه از روی توانمندی. خب اینا بحثشون این بود که حماس رو از بین میبرن. الان با کی دارن معامله میکنن؟ آیا حماس از بین رفت؟ حماس گسترش پیدا کرد در پهنه کره زمین، نه که تنها از بین نرفت. من داشتم خدمت دوستان عرض میکردم اون زمانی که حکومت جنایتکار خبیث پهلوی سر کار بود و در اوج قدرت بود، در مدرسه فیضیه طلبه ها را از بالای پشت بام پرت میکردن پایین. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که شما میمونید و اینها از بین میروند. خیلی ها به این حرف خندیدن که 4 طلبه پا برهنه که نون ندارن بخورن میمانند. حکومتی با این وضعیتی که به آمریکا و انگلیس و قده سرطانی اینا وصله، اون از بین میره. اما دیدید که اینطور شد، اینها موندن و اونها رفت.